طربخانه بورک با درود و سپاس مزه پسندان را پذیرایی میکند. این همه مدت با پیشنهاد لذیذترین انواع غذا، خدمت رسانی عالی درجه، ما باوری شما را به دست آوردیم. از این به بعد باز هم لذیذتر و بالاتر و زیباتر. بورک، فضای کاملا دوستانه. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. هی نوشتید که در برنامه ها مهمان ها رو میگیریانید، اشک میریزن، غصه میخورند. اکنون امروز شما رو دیگر نمیگیریم، غمگینتون نمیکنیم، فقط شادی و خرسندی میکنیم، زیرا آنجایی که ستاره هندی است آنجا همه خوشحالند، دنیا خوشحال است. من اصلا خودم مخلصی ارشد صدای زیبای ستار جان هستم. امروز خوشبختم که ستار تکلیف ما رو پذیرفت، آمد به برنامه. من سلام شما رو به ستار میرسانم. سلام علیکم، خوش آمدید. سلامت باشین جون. بسیار خرسند شدم میندار شدم از تکلیف شما. من باز اومدیم در نزد شما. سلامت باشید. خودی رسان میکنم که از همین ثبت و نواربرداری ها و فیلم برداری ها هراس دارد، ترس دارد. چرا؟ هر جا هر خیر میگذرد، هر جا هر خیر. بعضی حالتهایی میشوند که ثبت میکند و خودمون درک ندارم، خودم نمیدونم، تماما نمیدونم. سحر میخیدید که ستاره تیک توک به همین خاطر بسیار خواطر هستم. بسیار جایش که خوب هستن، خوب است، خوب قبول میکنن. بسیار جایش هسته که به تیاری میشود، میبرد، خواطر میشه. برای این تیاری باشه. این خیلی شما خیلی دعوت که کردید، خیلی تیار بودم. روز دیگه خوشحالم شدم، تیارم بودم اومدم. دیگه پوکی یا بود در خدمت. ستار جان، زمانه دیگر شده است، کم کم پیر هم شدیم. زمانی که 5 6 10 12 کیلومتر رو پیاده بچه ها می اومدن به خاطری که هنرمند رو ببینن. اون زمان گذشت، حالا همه در اینستاگرام و تیک توک است. سلامت باشید. خودتان ندارید از حساب شما خیلی ها فالوور جمع کردند، مخلص جمع کردند در تیک توک، در اینستاگرام. مخلصانی زیادی پیدا کردند باز توی استفاده از هنر شما. اما خودی شما اینستاگرام یا تیک توک دارید؟ راست دیگه با جان ندارم، نکردم. یگان کانال شدگی نیستم. بسیار وقت میشنوم که اصلا بچه حتی نکشدید لااقل یگان شدگی نیست. یه بار که شدم که دیدم که از خارج از دیگر جاها با واسطه تلفن ها زنگ زدن، بسیاری بعد زنگ زدن، خواطر شدم، مونده شدم. اما کانال ها محکم کردم. یگان 2-3 ساعت شده بودم. بسیاری بعد. اما این ستارهای هندی که هستند، این اکانت ها از شما نیستند؟ درک ندارم. من خودم در تصور نداشتم. یکی برآمد، با میبینم که برآمده فلانی میگم خیلی هیچی گپ نه، مخلصان. البته در فکرتان بود که زمان اینترنت شما رو همین خیل شهرتیار میکند که این شهرت رو حتی زمان انسامبل عادتدار گلشن بر شما دادن نتوانیسته بود؟ بله همین خیلی بود. امیدم نداشتم، باوری هم نداشتم. روز دیگه خیلی یکی عباره در خیلی مردم شناختن، ما افتخار میکنیم، خرسند میشیم. همین مخلصان می ندارم که خودم نمیدونستم یکی عباره. روز دیگه کوچه ها میگشتم، کم میشناختم. وقت همین نوحیه میشناخت. مقصد در اون نوحیه که من استقامت زندگی میکنم، نوحیه لنگرم میشناخت. دیگر بیرون نشد بسیار او قدر به این درجه را نمیشناختم. بعد همین اینترنت دیگه باز روز دیگه شرم دارم کوچه را پیاده برم یا کمی خیلی آزاد بگردم. یگان شبکه میمانم، عجکی میمانم. خیلی که وقت یگان ضرور باشم، سروسیمه باشم که سرگردون به کور و بار باشم. مردم میشناسن. من خرسند میشن. روز دیگه الک های میشناسن. شما از کدام نسل گلشن بودید؟ بدن ما در اوج آرزو جان، اما سالایی که ما اومدیم جمشید اسماعیل رو بری میکردن، بهادر نعمت کار میکرد، با همراه ما بختیار ابراهیموف کار میکردن، زیاده قدم و کار میکرد، سلطان سعید رحمتی گذشته شدن. خیلی کیمیا جورایی و دیگر خریب که همش بدن، همه هنرمندایی که مشهور بودن.
ولی فاوریت کی بود؟ دروازه ها و استقبالی کی بیشتر کشیده بود؟ شناختم مقصد میشناختن رحمتی سوپون سعید کیمیا خیلی معروف اسمای کیمیا جورایی و بهادر نعمت ولی اینترنت شما رو با سرود لا لا میدونی با سرودی بازی مقصد که جوی محفل میریم معرکه میریم همه سرود خریب که ممکنه یک 10 بار میخواد 12 بار 13 بار همه طلب میکنن که بخونین خیلی ما صدقه مخلص میشه میخونیم بعدی گفتن چرا نه میشد که حالا بخونیم میخونیم حتما سرودی که سگمنت تاجیکی تیک تاک و اینستاگرام رو با لرزه آورد و نهایت سرودی جالب است. این سرود رو خیلی دوست دارم. این سرود رو قدیم ها هم میخوندند. پیشتر میخوندند. بله. اما در اجرای ستار دیگر گونه صدا میدهد. خیلی دلنشین. گوش میکنیم هممون. میدونی او شقت هستم میگریزی ایمانی زور لا 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 میدونی او شقت هستم میگریزی ایمانی زور لا 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 با لب خندیدنو دیلو را بردنو با یک نگاه سوزوندنو با لب خندیدنو دیلو را بردنو با یک نگاه سوزوندنو بینولم من زتاقه کی ترومه با من لا 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 شی بینولم من زتاقه کی ترومه با من لا 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 با لب خندیدنو دیلو را بردنو با یک نگاه سوزوندنو با لب خندیدنو دیلو را بردنو با یک نگاه سوزوندنو در دنیا کسی رو به مثل من ای دوست نخواهد بود در دنیا کسی رو به مثل من دوست نخواهم دور ای دوست نخواهد دور ای دوست نخواهم دور بلندی ها هوای تو زد و رفت جوانی در به اندازد و رفت جوانی در به اندازد و رفت
دیلم شندی خروه بده دعاده شدی دیوارنه دروازه دارد شدی دیوارنه دروازه دارد در دنیا ترو کسی به مثل من ای دوست نخواهد داشت در دنیا کسی ترو به مثل من دوست نخواهم داشت ای دوست نخواهم داشت با چشمونت نظر میدوزم اینا تو رو میبینم میسوزم اینا تو رو میبینم میسوزم اینا کتاب عشق رو اینا کشاده سبق از عشق می آموزم اینا سبق از عشق می آموزم اینا در دنیا کسی ترو به مثل من ای دوست نخواهد داشت در دنیا کسی ترو به مثل من دوست نخواهم داشت ای دوست نخواهم داشت ای دوست نخواهم داشت ای دوست نخواهم داشت ای دوست نخواهد داشت ای دوست نخواهد داشت اولی درجه من حرف ندارم. برمیگردیم با انسامبل گلشن. شما با هنرمند خیلی معتبر زنده‌یاد سبحان سعید کار میکردید. چی شد با او سلامتیش رو از دست داد؟ ازش گرفتگی بود درد جان خیلی. چی مریضی داشت؟ در نصیبش پوش همه پایش کم کم غم میداد. بر اثر دیابت ها با فکر دیابت بود همین خیلی بود خیلی ماها شبها روزا هفته ها طولانی عذاب کشید درد میکرد پایش. اول هم پوچش چلیکش بعد دوست توزانه رقم بودم بعد بریدم. شنیدم که سابق قماندان جبهه سهراب قاسموف خیلی کمک میکرد و سبحان سعیدوف همین طور بود؟ گنرال کمک میکرد بله بسیار کمک میکرد. چی کمک میکرد گنرال؟ خیلی همین در زندگی چی کم بودیه مقصد تباوت هم کردگی بود. نتیجه نداد؟ نتیجه نداد. نصیبش نبود از همین که از دنیا گذشت. خدا رحمت کنه. چرا شما از انسامبل گلشن رفتید؟ راستیگه هنوز این سالای ما که کار میکردن رفتن بچه‌ای که نو اومدن. چرا رفتن؟ پنسیا رو اومدن پنسیا کردن بود دیگه. فقط نگوید که شما هم مستعفی شدید و نه من همین سالای ما بودن همه شخصیت مقصد وادر نعمت رحمت سبحان سعید و دیگر همه خاطر اومخته بودیم در کلکتیو یک جای کار کردگی اومدگی خیلی سالها اینا که رفتن و دیگر کارو دیگر ما مجبور شدیم که بر اومده با دیگر جای کار گذاشتیم. چرا دیگر جای کار گذاشتیم؟ برای اون که او جای کار پیشینه گلشن هم بسیارتر معقول بود. بهترین بچه و بهترین هنرمندا بودن از روی که معاش کم بود. معاش ساز قرضی جان ایجا شد بیو چی کنیم که باشد حرف نمیزنیم در این خصوص. او گنرال هم امیجاش هم چرا؟ در کار نبود مقصد همین رحمتی یه دفعه چی میکنین آخه ها؟ نه فکر میکنم که برنامه ما یکون جای تشویش آور هم نداشت که بریده پردایم. ایجا را خیلی مقصد همون
چیزای پلیتیکی نمیره. نه اصلا یاد کردیم از گنرال قاسیموف. باشه. روانشان شاد باشه. آره رفتن ای گلشن مقصد همون همکاری که قدیم کار کردن ما نمخل بدیم همون سین سالوی خود منقطع شناس بدیم به درک قدردان ها بودن کلان سالو بودن همشان به هر چیز مقصدی که بر اومده رفتن جوانایی که اومدن جوانای نو اومدن وزیر چی خیلی است که با یک کس با یک اون جوان قدی تو شناس تو کار تو یک دیگر هم میفهمی آنچه سالی دیگر میگذره میرود تو چی نمونکه سین سالی ما با یک جایی میرسید همایی که سین سالی ما بود و رفیقای ما نزدیکی ما بودن همه که بر اومدن و هر گونه کارها با حوزی دوام چی دارن در راه هنر هستن در راه هنر هستن دیگر جو مقصد اما در مؤسسه کار نمیکنن در مؤسسه کار نمیکنن ما هم خیلی کجا رفتید شما بعد از گلشن؟ ما حاضر انسامبلی سرحدو انسامبلی مرزبان انسامبلی مرزبان تو بیش جونای فیض گل یوسف است فخرالدین ملک است خب شاهین جون از جنت الله است از جوان ها مظفر یوسف سلام ما بر همه‌شان. سوال رو میخواستم پیشکش کنم. ستاره هندی این تخلصی صحنوی شما هنری شما از کجا پیدا شد؟ رستیگه برزو جان رحمت بسیار سوالی عجیب داده این نام سال 1985 وقتی که کم تو مردم میشناختن توخوزی در کودکای خورد میگن و باوزی بلند ستاره همی اگه مرکم میرفتیم تویو میرفتیم کی اومد کی حافظ کی هم دهانی کودکو میشنویدیم ستاره هندی اومد بعد این مردم مثل کلانترشم ستاره هندی از سببی که سرودای هندی بسیار میخوندم همون سالو دیگه همین خیلی مردم موندگیه این نوما مردم موندگیه ارزو جون فخر میکنیم نمیرنجید نه فخر میکنیم که همین تخلص قطعی میشناسن راست دیگه همین از سال 1979 در ناحیه لیری میخوندیم اونجا استودیم بودیم آموزگار راست دیگه همین کینوها همون سالها دورای سایز بگیم نشون میدادن از ساعت 10 نشون میدادن کینو را 4 سیانس نشون میدادن 3 سیانس نشون میدادن کینوی هندی در اون وقت پرابلم بود مگنیتوفون و یک ثبت کردن و یک اونجا پرتفتن حاضر خیلی شرایطی ما چیزی دیگه تلفن و قطعی میتونی که ثبت کنی در ازیاد کنی در اون وقت نبود این شرایطو نبود و خاطر به همین خاطر همون کینو 4 سیانس میدارم آدم که با مقصد کینو تماشا کردن با اون مقصد میدارم آدم که همون سرود ازیاد کنم ایامو اگر میبرم بیومدم خودم با یک امرک داشتم میخوندم میگفت که اینجاش خطا گفته استی برای همون گپی همون سخنی هم با گشته با میدارم آدم درست 3 روز که اگر همونجا کم کینو تا نشون میدن کیناتیاتر در روز دیگه برای کینو گشته و برگشته برای سرود ازیاد کردن از همین فوندامنت میگن همون موندگی ولی حافظه شما خیلی قوی بود است که این همه رو ازیاد میکرد از همون چین موندگی بعد همونی که بلیت میگیرن بلیت میفروشن همون گفتن که خط پستک که میدک بودم چون جوان اومده میگفتن همین گودک نگیرین همین بچه پول نگیرین این یکم دیونه چخیده ای مفکر شور نیست 1 کینو دا 4 بار میدرویا پگمیه بو میدرویا ما همون زبان نمیدونیم لیکن ازیاد هر چیزی که میشنوید آن رو تلفظ ما بودم خیلی حالت ها ارزو جون که همه دلیگاسیا میگن اومدگی بود هندی و 50 نفر استاد حسن حیدر اومد اما انسامبل گلشن در بودم گفت که ما شنیدگیم دو برادر ما همین ستاره هندی میگن انا کوز میریم جلو همونجا نشون میتی خطر روسیگا عرق چپم کرد ایتن اما گفتم اکا او زبانی او را ما چه در پیش همون آدمی که زبان شونه من میخونم ما او چیزی را که معناش خودم نمیفهمم التماس 5 سرود میخونی همین برگرده به رزیمه شما گفتن خانم یکم سرود ما بعد همون آدمی که پریود میکنن
Ура баруси фаҳмондам ки ами хел бифаҳмон ами мардума. Объясните, пожалуйста, гуфтам им, эти песни я выучил во время динозавров, тогда не было видиков, не было дисков. Из кинотеатра выучить. И вот так объясни. Бароги бисёр гуфтан дар кор ами чизора. Ҳами хелам гап зад, перевод кард. Хай хондум якам суруд маги айҷошон хестан. Қарсак задан. И ами хели карда истодан, ами хел як ҳаяҷон, як ҳамче хирсанд чидем, ами қадар ту ами дараҷа раги. хушашон омад. Хушашон омад, қабул кардан. 3-4 суруд хондум, қабул кардан. Баъд бо худам бон ами хел ба ифтихор кардам ки мақсад и бидааст. Гуфтааст рост мехонад, дуруст мехонад, аксент дора. Аксент хай хоҳӣ нахоҳӣ дорем. Бале. Аксент дора. Ай хел дуруст мехонад, туғри хон, рост хон, аммо забони ҳиндӣ баҳо додаги. ҳатто як таронаи тоҷикиро низ охирашро бо кашишҳои ҳиндӣ кардед ки вирди забони ҳамагон шуд. Бале. Саттор ҷон, як тарона мехонем, баъд суҳбатро идома медиҳем. мутаваҷҷеҳ бошед. Хоб шудааст, хоб шуд. من میرم از این شهر از تو باشد. من میرم از این شهر از تو باشد. همه لطف و صفای رقیبان از تو باشد. همه لطف و صفای رقیبان از تو باشد. من خوب میدانم من میرم زیاده. من خوب میدانم من میرم زیاده. آن ظلم و ستم ها همه یادی تو باشد. آن ظلم و ستم ها همه یادی تو باشد. من میرم از این شهر از تو باشد. من میرم از این شهر از تو باشد. همه لطف و صفای رقیبان از تو باشد. همه لطف و صفای رقیبان از تو باشد. بعدی رفتنی من همه جا را بگردی. بعدی رفتنی من
همه جا را بگرده بیا بی چون هزاران ولی من را نیابه بیا بی چون هزاران ولی من را نیابه من میرم زی پیشت تا تو خوش بمانی من میرم زی پیشت تا تو خوش بمانی جانم با فدایت عمرم با تو باشد جانم با فدایت عمرم از تو باشد براو اولی درجه چند روز قبل یک نفر به شما زنگ زد و شما رو ترساند مثل که یک هزلی رفیقانه کرد بود نوریدین چیکار کرد؟ نوریدین یک سراینده است نوریدین دادر شاگرد روز دیگه همی نخواست یک زنگ تلفنی شد نمیدونم ساعت 7-8 بود 9 بود روز دیگه یکی گرفتم خیلی نگاه کردم تلفنی ناشناس تو لبه سلام علیکم اکا سوزی تینجی گفتم نه برادر اکا ما هم یک آهنگ شما را ارانجیروفکا کردیم و گرفته فروختیم آهنگی مرا ارانجیروفکا کرده فروختیم بعد ما دا زنگ زدیم بعد گفت بعدی آهنگی تا هم نبود گفتم آهنگی ما نباشه شعری ما نباشه آخوش برای چی ما دا زنگ زدیستیم فروختی خیلی آهنگی خودت بوده ارانجیروفکا خودت بوده فروختی ما همیشه چی داخل دارم در همین آهنگ شما باید مرا میپرسیدید بعد این آهنگ هم میخوندید نمیدونم کدام آهنگ هم میگه حالی گفتم کدام آهنگ خیلی سروده که دیگه روز دیگه همین در یک حالتی اومدم که کشتم تلفن برای چینوز نکردنش برای نگفتنش همین خیلی سخت رسید من یگون آهنگ یگون آدم آرزو جون در اولی همین سال رفتیم نفروختم خلاصه 4 روز همین خیلی عصبانی گشتم بسیار وزمینه او بیچاره همین 10 بار زنگ میزنه نمیگیرم هسته که ای تلفن خیلی میوان میکنم گفتم که بینین همیجا همین یک آدم همین خیلی بسیار غم میتن غم نه خم خیلی گپ زد من بفهمم هیچ کی باشه چی باشه در تلفنم میبرم آده مقاماتی که کار میکنن در چیز بله اکا نمی نامش نورالدین استودیا در کار میکنه بخندیدم گفتم رحمت دادا جون و بعد زنگ زدم که استاد گفت من اگه دیگه ناامید استاد همه را جزیر کردی نورالدین جان تلخمون کفوندی 3 روز هم بخوابی کشیدم یا مرکه رفتم صبح خواندن نتونستم از برای ثواب تو خیلی آدمی تو با شاگردی من دادری من اکا جان استاد بخشیش و خدا همین شوخی کردم گو استاد شوخی تو این شوخیات را من میفهم تو نمیتونم میکنم 3 روز من همون رای دروز اومدم پاساری همین تلفن بیو که کی باشه همین حالت یکم باشه غصه نخوردین زمان تکنولوژی رقمی نه تکنولوژی نغمه های خود رو دارد دیگر نمیدونیم چی بگویم خب نوریدین هم بسیار بچه خوب است بهترین بچه شاگرد چندین بار بخشش پرسید استاد شوخی کردن هیچ گپ نه گفتم خیلی میره پگوتر میگفتی مقصد تو فهمیدم که قریب دالینیوم 200 میشید 300 میشید بچه گفتم که زمانی امروز زمانی نه تکنولوژی است از این سازها سالهای پیش یک نوع دیگرش بود که ریتم ها رو وارد میکردید و گاه ریتم ها میپریدند اسبابای 510 داشتید در جرتیپا ریتم پرید ایرا یکم مورد
چی شد؟ همون 510 راستی کور میشید در وقتش در رحمتی خدا طریقه رحمت شوزده جنازش کنه صاحب نظر بود ثبت میکرد همون چیزو رو ما همونجا سر گردن میکنم پیش همین میومدم پیش صاحب جان میومدم همون دورو هم خیلی تابلو میگن مورد همون دورو بعضی وقت یا بطرش سلابی میشید خیلی میشید همین حرفی هم خیلی میرومد رنگ شپلو همون تابلو دا همین شپلو میرومد حالا دولینی میخیست همین اودام بولوی اودام اومدگی دبلیون جرتپا گفتین همین بولوی دیولو بولوی بانگو همین برو اومدم نوبت ناو میدادن گفتم چی خیلی کی رنگ روی امرم هم میبینم صرف کبود زار چیزه چی خیلیش میکنی میگم این هم طریق کرد کرشی ای بچه دانو خداوندم برم بعد دیگه نشید همین تخ نمیگیم و ریتمی پورا نداره و توجیکی دا میمونن رقص میکنن یعنی ریتم های اصلی خودش تخ نمیشه هم خیلی یک چیزی که مزه توجیکی نداره رقص کرده هم نمیشوه بسیار همین دیگه سرتراشون تخنا رو اولین بار شما در تمام دنیا در تاجیکستان سرتراشون همین تخنا قطعی ریز گرفتم و امرم گریخت مردم خلق بسیار ایگو من نمیخونم گریخت دیگه همین تحیرون اونم اگه باید همین حالت بروی خوب دیگه چی مردم نفهمه اسبابی تیتریه سرتراشون بخون میگه همین یه ریزی سرتراشون گرفتم شو اکو با ایره هوی دادم همین ریتم سرتراشونه می تو تراشونه می سرترا همین خیلی نفهمیدن روز دیگه رقص کردن خیلی سنومش توجیکی خیلی سرتراشون هیچ کس اعتراض نکرد اکنون این مردمی ما اینقدر هنر در باطینشون جای دارد که با ریتمی حتی پا میرقصن نفهمیدند که این ریتم چی ریتمی هست یک کس همونجا کم کم نوشیدگی بود راست دیگه همون آدم اومد همین خیلی کجلا بخی گوشم در گفت که اکای ساعتو گفتم لبا جان گفت همون سرودی سبحان الله را بخوان گفت مالی دو در جان مالی گفتم خیلی دیگر رو رقص بعد بود شکوی خیلی میموندم استاد کمتون رقص کردیستن همون بچه همین بایدم میگه این سرود همون ریتموی توجیکی قطعی ضربی میگیم در موسیقی همون ضربی نیست توی بود چی همین یک خونه دبا میشونن همین خیلی گذشت همون بچه آخرون توی بود چی به همین در هوی کریا خوشش بالایتش پایونم خیلی گفت سینی من گفت که نیکی تو اکا همون سرودی سبحان الله را نخوندی همه روزی رفتن اکا شبخری خیلی خوبه همه بیون میگو حس کرده باشه اگه چی را همه فهمیده نوشیدگی اودم میگه اکا نیکی تو همون سرود نخ آخرون اکا رحمت نیکی تو همون سرودی گفتگی مرا نشی بشنوندم برنده بفهموندم اقلا برای همین خدا نکند اکاردیون رو نمیگرفتید با خود؟ میگرفتیم نه اکاردیون خطی بود همون وقتو اکاردیون بود ارگان بود تبلک دویره بود او وقتی سوید نمره ارگان کار نمیکنه ولی به هر حال ساتور خیال میکنم که ضرب تبل و دایره و اکاردیون و این چیزا باز شیرین تر است مزه دیگه داره همون استاد رحمتی ظفر ناظر میگفت که ما همه اکاردیون بالونو را در میگفت مدام بود همون چیزا را چی کردیم گذشته مدام رسی همین در میگیروندن همون بالونوی که 700 از زیل 53 مقصد تو سحر میخوان همون مردم همه اومدگی روشانی همه تو سرم گوینه در رو تنگو پتکوی بینی سیاهی لخچه همین چیزو یک جهت یک طرف خوبتر شد که اوز اومخته شد اگه اومخته میشه سهرو دا میخونی بالوی کو دا میخونی همون دیاپازونوی بلند قطعی میخونی مشق اوز همین تاثیر همون چیز مورد خیلی یاردم کرد اومده در همین سری سالو همون چیزو در کار شد این حوزی همین خیلی میکروفون نیسته مقصد به همین زنده میخونیم یک ترانه دیگر میخوام بخونیم برای شما توجه کنید خوب شده است
مرا غمگین مکن در زندگانی که روز میروم به من بمانی تو به من جان شهر خار کردی با هر یک طور مو یمزار کردی تو به من جان شهر خار کردی با هر یک طور مو یمزار کردی اگر میشد جوانی رو خریدم به هر نوه که میشد نخریدم جوانی کن جوانی کن جوانی خوشی های جوانی بود زیبد جوانی کن جوانی کن جوانی خوشی های جوانی با تزیبت مرا غمگین مکن در زندگانی که روز میروم به من بمانی تو به من جان شهر خان گردی با هر یک طوری مو یمزار کردی تو به من جان شهر خان گردی با هر یک طوری مو یمزار کردی من از تو دولت تو دنیا نخواهم من از تو نوکر و طلا نخواهم فقط یک لحظه درمانی دیشب که به تو زندگی دیگر نخواهم فقط یک لحظه درمانی دیشب که به تو زندگی دیگر نخواهم مرا غمگین مکن در زندگانی که روز میروم به من بمانی تو به من جان شهر خار گردی با هر یک طوری مو یمزار کردی تو به من جان شهر خار گردی با هر یک طوری مو یمزار کردی با هر یک طوری مو یمزار کردی با هر یک طوری مو یمزار کردی برنامه رو ادامه میدیم فکر میکنم که ترانه پسندتون افتاد ستار جان میبینم که در محافل و مجالس چون دوستان تنگ و تنگ گردی هم جمع میشوند خیلی زیاد سرود میخونید و محض از همان جاها شما رو ثبت میکنند و در تیک توک و اینستاگرام پهن میشود میانی مردم اون جایی که ترانه رو خواندید بلب خندیدن و دلک مبردن اونجا کجاست؟ راستی او ورزو بود برادر یگان بستان سرا خیال کنم اما خیلی درچه میگیم بله خیلی گفتم که همه چیز در کار باشه گپ زنیم میکروفون اوخی دینامیک سهرو اونجا بیرون باشه اونجا در کاره میگفت انمی حالات همونجا شید همش هست گفت بعضی وقت ما میریم اصلا
دیجی که میمونن میکروفون چی و روز نمیگیره و چیزی مو خطی ندارن مقصد همین چیزو همه حالاتو بر اومدن در کار مقصد آرزوم دیگه اونجا بگوی که میکروفون بیاریم موزی دینم بیاریم خیلی وقت در کار میشه اون یا خیلی وقت رفتیم که فقط سر کردن در کار این بچه ها گفتم خیلی نگفتیم من همین میکروفون دینم به این مشکلی باید صحرا بیرون های اکا که یا ایلوش که دیگه یکان راه نداریم بعد همین گفتی گپا که الهام دا اومدیم گیو که همه چی هست اونجا خیلی بلند سر همین تحت دیل همین خیلی صدو کردم همین سرود روز دیگر همونجا دا همین حالت دا همین بر رحمت همون برادر دا که همین سیونکا کدابده من درک ندارم این پگر بینخیزم این جنشون میتن اون جنشون میتن نه بعدو یکم هفته بعد یکی همین خیلی برام بعد ای خدا همینجا که جو باشه بعد یفتم به همه آدم دارم زنگ زدم من گفتم تو امیر چیکار کردی من نفهمیدم یکی رحمت پدر تا گفتم تو نیستی تو چیکار بعد گفت که ها من کردم من پرت افتم با یک سخن مرا نمیکنی که و بیا من بینم همون کج یکم کج یعنی چیلی نوپرسیده برو وردهش گفتم خیر رحمت شما داری که همین سببی شما جیدین میندور من آدم اصلا ما هنرمندان در جایهای می نشینیم که مردم عیش میرانند 50 تا میزنند رقص میکنند شادی میکنند ولی شما علاقمندی به مای پیدا نکردید اگر درشت کرده بگویم مای زده نشدید با وجور اولی نیومدی اما اگر نظر بیافکنیم به زندگی برخی از هنرمندان خیلی بریز و برجسته میبینیم که گاهی گرفتار میشوند معتاد میشوند حتی از میان میروند از بین ما میروند با همین درد شما چطور میتونید رد بکنید پیاله مای را در محافلی که همه سرخوشند و میگویند که بزن سرحد میگن آرزو جون همون سرحدو دا همون حالاتو دا حرکت باید کنیم همه هستن که خیلی گفتی شما که بوی میتین ایمی حساب مونده میشن بعد دیگر حرکت کردن در کار که به همین راه روی ندیم یعنی اگر یک هنرمند رد نکند و زدن بگیرد در 6-7 سال از دیگر چیزی نمیمونه بله بای میتره آخیبت برای همین حرکت کردن حج رفتید چرا حج رفتید چی خوبی دیدید کسی گفت چی کاری شد حادثه شد بنده خدای تعالی امیدی او را داره که همین جای خونه مقدس نصیب بشه بگردن در زندگی شما چی دیگر شد بعدی رفتن و آمدنتون رفتیم آمدیم آرزو جان دل همون دل است این سال مقصد سین سال به یک جای اومد دل خیرتمند است یعنی آدم خیرت پیدا میکنه صبور میشه رفتید و اومدید اما ترانه میخوانید رفتم اومدم ترانه میخوانم خیلی ها میروند و میوین دست میکشند اما شما دست نکشیدید خب با ما پرسیدیم از هنرمندایی که رفته اومدگی خوانده هستن از اونها پرسیدیم گفتن خیلی ما خوانده هستیم خیلی نمازمون هم میخوانیم و نمایشون بله استاد افضل شو شدی بله استاد زبردست جورابک مراد خیلی ها رفتند و آمدند و میخوانند اصلا فکر نمی کنم که ترانه خواندن عظیمترین و سختترین گناه در پیش خدا باشد اگر آن ترانه مضمون دارد عشق دارد محبت دارد انرژی دارد معنا دارد چگونه میتواند جرم باشد سرود نمیخوانند اما یکدیگر رو فریب میدهند سرود نمیخوانند اما ساعتها به غیبت یکدیگر لب میکشایند سرود نمیخوانند اما مال یکدیگر رو به یغما میبرند سرود نمیخوانند اما کارهای خیلی زشت رو انجام میدهند سرود نمیخوانند اما حق یکدیگر رو میخورند و این در اکثر حالات قابل قبول است برای برخی ها اما نه ما باید در درک کردن حقیقت خیلی دقیق نظر و دقیق کار باشیم و
سرود میخوانیم، میخوایم که سرود بخوانیم، سرود میخوانیم. साथ अजूबे इस दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, साथ अजूबे इस दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, अरे तोरे से बैठू जनाए अरे लेके दिल की तोरी। ओ ओ ओ ओ ओ साथ अजूबे इस दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, साथ अजूबे इस दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, अरे तोरे से बैठू जनाए अरे लेके दिल की तोरी। ओ ओ ओ ये लड़की है यार शम्सी ज़ार है, कितना हुस्न है कितनी मुज़ार है। ये लड़की है यार शम्सी ज़ार है, कितना हुस्न है कितनी मुज़ार है। जो की तो पर चाहे तो रंगी तू जाना है तो, अरे मुश्किल से बैठू जनाए अरे के दिल की तोरी। ओ ओ ओ साथ अजूबे इस दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, साथ अजूबे इस दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, अरे तोरे से बैठू जनाए अरे लेके दिल की तोरी। ओ आ ओ आ ओ लुक चुक चे हम साकी है ये वादा है, अपना जो कुछ है तब आता है। लुक चुक चे हम साकी है ये वादा है, अपना जो कुछ है तब आता है। जो कितना वाता है तो सब कुछ वाता आता है तो, अरे रानी मर के मुझको क्या है क्या मुल गाए थोड़ी। आ आ आ आ ओ साथ अजूबे इसी दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, साथ अजूबे इसी दुनिया में हाथों में अपनी तोरी, अरे तोरे से बैठू जनाए अरे लेके दिल की तोरी। ओ ओ ओ ओ ओ عجب. سلامت باشی. سپاس برای ترانه زیبا ستار جان. اکنون راجع به زندگی خودتان حرف بزنید که زن و فرزند، خانه. شکرانه خدا، اویلای خوب دارم، 4 تا فرزند دارم، 2 پسر، 2 دخترک، همشون خانه‌دار کردگی. چند ساله شدید؟ 61 قدم.
61 خیلی جوانید. قربان شما. بسیار خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید داداش. حالا خیلی زیاد زنگ زدن به شما. باید به کجای بروید؟ کجا باید بروید؟ باید نورک. چی گپ است؟ محفل به دست. محفل. کاری ما هم شبانه در ورزشون توکل وقت بعضی وقت خانه‌مون یاد میکنیم کودکمون از سوز نمیدیم. خدا امی خرسندی رفته همه وقت در بالای خرسندی باشیم. پروردگار شما رو هم به امی روزای نیک برسونه. همه وقت در بر شما باشیم. در برتون هستیم. الهی و شما روحی سفید نه فقط در این سفر، در همه سفرهای زندگی و در آخر باز هم با یک ترانه خیلی پر انرژی و زیبای ستاره هندی برنامه را به انجام میرسونیم. توجه کنید. قبول دارم. درود برای شما. خاطی روید عشق غمی گذشته و کویت آیم آخیر دنیا را گشته گشته هر دم به خاطی روید عشق غمی گذشته و کویت آیم آخیر دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته یک مرد ساری ما یادی دیاری عشقای هرچند جان عزیز است اون دستی یاری عشقای یک مرد ساری ما یادی دیاری عشقای هرچند جان عزیز است در اختیاری عشقای هرگز بدر چیزی در اختیار خود نیست آن دل که های ای من آن دست یاری عشق هرگز بدر چیزی در اختیار خود نیست آن دل که های ای من آن دست یاری عشق هر دم به خاطر عشق غم میگذشته با کویت آیم آخیر دنیا را گشته گشته هر دم به خاطر عشق غم میگذشته با کویت آیم آخیر دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته به بهای محبت دردم دوا ندارد شام غم آوری من سوپ صفا ندارد به بهای محبت دردم دوا ندارد شام غم آوری من سوپ صفا ندارد بیت زیخد ملالو خاموش مثل لاله شیرم صدا ندارد دردم دوا ندارد بیت زیخد ملالو خاموش مثل لاله شیرم صدا ندارد دردم دوا ندارد هر دم به خاطر عشق غم گذشته
با کویت آیم خیر دنیا را گشته گشته هر دم به خاطر آید عشق غمی گذشته با کویت آیم خیر دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته دنیا را گشته گشته